سوال اینجاست چرا باید تو بار التیام زخم‌های خانواده‌ات و زخم‌های پنهان نسل‌های قبلیت رو به دوش بکشی؟ چرا باید این چرخه‌ای که سالها تکرار شده درست از جایی که تو ایستادی متوقف بشه؟ شاید فکر کنی این فقط یه انتخاب شخصیه. شاید فکر کنی یه باره که میشه ازش فرار کرد. اما واقعیت اینه که این مسیر برای تو نوشته شده. نه چون خودت خواستیش، نه چون حقته و نه حتی چون عادلانه است، بلکه چون تو اولین کسی هستی که قدرتش رو داری. تو اولین کسی هستی که ظرفیتش رو داری که جلوی این دردهای قدیمی وایستی. اولین کسی هستی که میتونی چیزهایی رو حفظ کنی که دیگران نتونستن. تو کسی هستی که حاضر نیست با زخم‌هایی که بهش منتقل شده زندگی کنه. تو کسی هستی که حاضر نیست با شرم‌هایی که بهش تحمیل شده ادامه بده. تو کسی هستی که نمیخوای این خشم‌های قدیمی رو با خودت بکشی. تو کسی هستی که نمیخوای قربانی باشی. تو شجاعت این رو داری که به درون خودت نگاه کنی. اونجا که تاریکه، اونجا که درد هست، اونجا که همه فرار کردن، تو وایستادی و نگاه میکنی. و دردی که الان تو احساسش میکنی همون زخمیه که نسل‌های قبلت هیچ وقت جرأت نکردن باهاش روبرو بشن. اونا این زخم‌ها رو فقط به همدیگه منتقل کردن، مثل یک چمدون سنگین، دست به دست تا رسید به دست تو. اما تو اومدی که این چرخه رو تمومش کنی. تو تنها کسی هستی که میتونه کاری بکنه که این درد به نسل‌های بعدی منتقل نشه. آدمای عادی نمیتونن دردی رو که تو داری باهاش روبرو میشی بفهمن. نمیتونن بفهمن چه باری رو داری تحمل میکنی. و دردناکتر از همه اینه که حتی ممکنه کسایی که بیشتر از همه دوستشون داری تو رو به خاطر این مسیر قضاوت کنن، ممکنه تو رو سرزنش کنن، ممکنه حتی ترکت کنن، اما این مسیر توئه. با این حال بدون که تنها نیستی. خیلی ها هستن که دارن همین مسیر رو میرن. آدم هایی هستن که میفهمن کاری که تو انجام میدی چقدر شجاعانه است. کاری که تو انجام میدی چقدر معنا داره. از خودت مراقبت کن. وقتی خسته شدی استراحت کن. یاد بگیر کجاها باید برای خودت مرز بذاری. یاد بگیر که گاهی نگفتن یعنی دوست داشتن خودت. یاد بگیر که مراقبت از خودت خودخواهی نیست، این احترام به روحته. هیچ وقت به قدرتی که داری شک نکن. به خودت اعتماد کن. به هدیه‌ای که توی وجودت بیدار شده باور داشته باش. تو یه هدیه‌ای داری که شاید خودت هنوز کامل نشناختیش، ولی در وجودت هست. توی لحظه بمون، فرار نکن. سعی کن همه چیز رو ببینی، حتی اون بخش‌هایی که دیدنش درد داره. شفا یعنی بتونی زخم‌هاتو لمس کنی بدون اینکه دنبال مقصر بگردی. یعنی بتونی ببینی، بغض کنی، گریه کنی برای دردهایی که حتی اسم نداشتن، برای غم‌هایی که سالها توی قلب خانواده‌ات مونده بودن، و بعد آروم بلند بشی. با یه قلبی که شاید هنوز شکسته است اما حالا دیگه قوی تره. بلند بشی برای ساختن ای راهی که هیچ کس از خانواده‌ات جرأت ساختنش رو نداشت. تو قراره قدم بذاری توی مسیری که هیچ کس تا به امروز جرأت نکرده توش قدم بذاری. قرار نیست قهرمان باشی. قرار نیست همه بفهمن چه کار بزرگی داری انجام میدی. این مسیر سخته. ممکنه اذیت بشی. ممکنه بعضی وقتها انقدر تنها بشی که فکر کنی کسی صدات رو نمیشنوه. اما بدون همون کاری که داری انجام میدی قرار خیلی از آدم‌ها رو نجات بده. شاید کسی نفهمه، شاید کسی نبینه، اما تو بدون که این مسیر خیلی بزرگتر از اونیه که الان فکرشو میکنی. خیلی خیلی بزرگتر. و تو شجاعتش رو داری، قدرتش رو داری، و تو کسی هستی که این چرخه رو تموم میکنی.